فعالیت کار از روی نقشه کاری آغاز میکنیم. هر سر پگاهی بیشتر با قبولی شهروندان کار آغاز میشود. شهروندان اویدی گرفتن شناسنامه برای معلوماتنامه بسیارتر مراجعت میکنند. ما با صاحبکارا بیشتر کار فعالیت میکنیم. صاحبکارای ما در همه کارها فعالیت خوب دارند، دستگیری میکنند. زنهای ما بیشتر با خوجگیداری یعنی کشاورزی، انگور پروری، باغ پروری مشغولند. بعد سال 1992 شوهر کردم. صاحب 2 تا فرزند شدم. شوهرم گذشت. بعد گذشتن شوهرم به خونه پدرم اومدم. و سال 2003 و دانشگاه ملی حجتهای خود رو سپرده با دانش آموز در اونجا دوام دادم. 27 نوامبر 2016 تا این جانب به حیث معاون جمعیت اداره علمی کار فعالیت کرده هستم. وقتی که شوهرم گذشت ما در اجاره می نشستیم. ما اجاره برده موندم. بعدم خیلی دیگه سراغ نکردم. وقتی که فرزندام قطعی در اجاره بودم در اونجا عذاب خیلی بسیار بود. فقط از خونه پدر برای ما تامینات میکردن، مثلا روغن، آرد، های چیزایی که خوراوری. خیلی دیگر زندگی نشده. پدر گفت که همین خوبش که خونه خودمون بیا خوب داره. از همین چی میگن وزنی زندگی خیلی بیرون شدیم. با کمک والدای پدر مرا روح بلند کرد. گفت که بچه‌م تو زیق نشو. پیوندای شوهر عموما ما سراغ نکردن. وقتی که ما 2 تا کودک کردیم پسر باور کنی نمیدونم از چی باشه که گفتن که باید ما همه کسا در حصار زندگی کنیم. بیماری که دو شوهرم میخواستن که باید تبابت کنن به همین بونه. ها بیماری دل قلب داشتن. و گفتن همونجا تبابت میکنیم. خیر رفتن تبابت کردن نکردن نکردن. وقتی که ما همونجا مادن دیگه نآوردن. ما یگان کسی دیگه سراغ نکرد. نمیدونم در کدوم اساس بود که خیلی میگفتن که زمین میگن خونه میگن. لیکن من پدرم گفت که برای من زمین خونه یگان چیزی ویو در کار نیست. تنها سلامتی توی فرزندای تو در کار. با کمکی مثلا کارمندای خودی جماعت با کمکی رئیس جماعت هنی خیلی همه انتظاری 17 سال انتظاری بعدی که عریضه کردیم برای زمین 17 سال انتظار شدیم. وقتی که نوبت اومد ما صاحب زمین شدیم. با وقت ساعتی اومد که فرزندا کار کردن. 3 نفر شدیم، هم مادر و هم پسر. امروز خانه انداختیم. خیر در مدت 5 سال و 3 ماه ما خانه را خرج ساختیم. خدای شکر قریب 1 سال میشه که ما در خانه اومدیم زندگی داریم. خانه میروم خیر چنگ تریزه و در و مثلا یه میگیرم. کلا نگاه نمیکنیم. با جوش میبینیم لباسشویی هم خیلی میکنیم. همه کار خانه قریب میکنم. با خوراک میپزم. من همچو زن و تمام زنهای جمهوریمون مراجعت کردم میگم که یگان وقت ناامید نشوم. چون که ناامیدی خودش مبارزه شده نمیتواند. باید برای زندگی مبارزه بریم، کوشش کنیم، تحصیل کرده نباشیم، باید تحصیل کنیم. حالا که همه دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان درش برای همه بانوان‌های است. مثلا ناامید شدن در کار نیست. اگر ناامید شدیم به یگان مقصد نمیرسیم. باید مبارزه بریم. چون که حیات این خودش مبارزه بردن است.